آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من تحت سرپرستی پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان راه اندازی گردیده با مقصد دریافت استعدادهای نو در ساحه صنعت موسیقی، سرایندگی، رسامی، دیزاین، بلند برداشتن مهارت کسبی، تبلیغ و احیای هنرهای مردمی، معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، احترام و ارجگذاری به سنت‌های نیک اجدادی روانه شده است. در رابطه به این هفته روان دور دوم آزمون مذکور در مرکز ولایتی سوخت شهر خوجند با اشتراک داوطلبان زیاد از همه 18 شهر و ناحیه ها ادامه داشته. امسال در دور ولایتی 2678 نفر داوطلب شرکت می‌ورزد. هیئت حکمان از پایتخت کشور و هم ولایت سوخت به هر هنرنمایی صنعتکاران بهای ارزنده داده بهترین ها را به دور نوبتی انتخاب کردند. در نومیناسی سرایندگی ژانر عنعنوی با سرودی شکر آباد اجرا نمودم و من سرودی نقره رحمت و از دور آشیان ترارا در دوره دوم آماده نمودم. هدف اساسی آزمون این یعنی جلب جوانان و نورسان به ساحه صنعت و موسیقی است که من باوری دارم به همین هدف خود آزمون رسیده است. از ناحیه باباجان غفورов در دور ولایتی 53 نفر از روی 5 نومیناسیا اشتراک نموده ایستادند، یعنی نومیناسیاهای نوازندگی، سرایندگی، ژانر رسامی، دیزاین و مد. و من باوری کامل دارم که غالبان دور ناحیوی در دور ولایتی با موفقیت اشتراک نموده نامبردار ناحیه باباجان غفورов می‌گردند. همه ساله در آزمون مذکور نمایندگان ناحیه باباجان غفورov با آمادگی همه جانبه برآمد نموده به دور من بعد راه خط می‌گیرند. دستپروری مکتب موسیقی بچگانه ناحیه دلنازه نورمت و در ژانر سرایندگی عنعنوی باری نخست است که در دور ولایتی شرکت می‌ورزد. باید ذکر کرد که آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من چند سال باز با هدف دریافت استعدادهای نوی ساحه سرود و موسیقی و ترغیب فرهنگ ملی برگزار می گردد. آزمون برای رشد و تکمیل مهارت آوازخوانی و ایجادکاری نورسان و جوانان مساعدت می نماید. از نتیجه های آزمون در گزارش های من بعد معلومات خواهیم داد.